برای مسلمان جایز نیست که ابتدا به کافر سلام عرض کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند لا تبدأ اليهود و النصارى بالسلام. حدیث در صحیح مسلم است. شما یهود و نصارا را به سلام ابتدا نکنید، یعنی ابتدای سلام از طرف شما بر یهود و نصارا نبوده باشه. وقتی که بر یهود و نصارا درست نیست مسلمان ابتدا سلام عرض کند، به دیگر کفار به طریق اولاد درست نمی باشه، چون یهود و نصارا حکمشان خفیفتر است. مسلمان درست است که زنی یهودیه یا نصرانیه را به نکاح خود بگیرد و همچنان ذبیحه از اونها را بخورد، اما دیگر کفار غلیظتر هستند، مجوسی و گاوپرست و کفار لادینی که به هیچ دین و خدایی باور ندارند و مشرکین، اینها به طریق اولاد درست نیست که ابتدا برشان سلام عرض شود. وقتی که سلام درست نبوده باشد، دیگر تحیات، انواع تحیات، الفاظ احترام هم در ابتدا برای کافر عرض کردن درست نیست. از قبیل خوش آمدید، صبحتان بخیر، شامتان بخیر، یا با زبان عربی میگوید اهلا و سهلا و مرحبا و صباح الخیر، مساء الخیر، امثال از اینها الفاظی احترام و تحیه ابتدا برای کافر عرض کردن جایز نیست برای مسلمان. اگر سلام ابتدا و یا الفاظ تحیه از طرف کافر عرض شود، در اون صورت برای مسلمان جایز است که جوابی از او را بالمثل بدهد. اگر به لفظ السلام علیکم بوده باشد، پس مسلمان در جواب و علیکم جواب بدهد. بهتر است که به لفظ و علیکم اکتفا کند، چون بعضی اوقات احتمال داره بعضی از کفاری که میدانند به جای السلام علیکم السلام علیکم بگه. السلام در زبان عربی مرگ میگه، یعنی مرگ بالای شما. قسمی که یهودی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد چنین عرض کرد السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سخن یزی را شنیدن، در جواب گفتن و علیکم. عایشه رضی الله عنها سخن یهودی دعای بدی یهودی را شنید، فوراً در جواب بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کرد و علیکم السام و اللعنه، و زیاد قهر شدن، گفتن مرگ بالای تو بوده باشه و همچنان نفرین بالای تو بوده باشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها را فرمودن علیکی بالرفق، یعنی باید رفق داشته باشی، نرمی داشته باشی. عایشه رضی الله عنها فرمودن که یا رسول الله نشنیدی که چیز عرض کرد برای تو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم با بسیار تبسم و نرمی گفتن بله من شنیدم و در جواب هم جواب بالمثل برشان دادم. و السلام علیکم گفت، ما گفتم و علیکم، یعنی و علیکم جوابی السلام هم میده و جوابی السلام هر داره. و علیکم یعنی بالای شما باشد، یعنی اگر به مرگ دعا بکند یعنی مرگ بالای شما بوده باشه، اگر به سلام دعا بکند سلام برای شما بوده باشه. پس و علیکم جوابی هر دو را میدهد، به همین اکتفا کنه بهتر است. اگر الفاظ دیگری بوده باشه صبحتان بخیر، در جواب هم میگه صبحتان بخیر و امثال از دعای الفاظ احترام دیگری. اما تقلید کافر به هیچ وجه درست نیست، نه در ابتدا و نه در جواب، که کفار سر خود خم میکنن، نوع رکوواری یا اشارات دیگری دارن، مسلمان برش درست نیست که تقلید کافر کند و ابتدا کافر مانندی که اونها سلام میدهند برشان همه قسم سلام بده یا همه تو تحیه برشان عرض کند. و اگر کافر برای مسلمان سر خود خم کرد و نوع دیگری اشاراتی که دارند در سلام و تحیهشان اگر او را عرض کرد، مسلمان بالمثل چنین جواب نمیدهد، یعنی سر خود برش خم نمیکنه یا اشارات دیگری که دارن و قسم اشاره را انجام نمیده. الفاظی احترام و الفاظی تحیه‌ای که برای روبرو عرض میشه او را برش به زبان عرض میکنه، اما تقلیدی از اونها را در تحیه نمیکند.